یه استراحت یه وقت لازمه. حالا شما پشت پرده دارین میبینید من اینجا پام یه وقت درد میکنه، رو پشت نمیستم که یه ذره استراحت بکنم. اما 3 مدل تحلیل در بازار میخوام بهتون بگم که خیلی مهمن بچه‌ها. هر چقدر از این بگم مهمه کم گفتم. اما بریم سراغش ببینیم اوضاع از چه قرار. چند مدل تحلیل بازار داریم. اولین مدل تحلیلی بچه‌ها تحلیل فاندمنتاله. حالا این فاندمنتال چیه؟ یه سری اخبار هستن بچه‌ها که البته این تعریف فاندمنتال فقط اخبار نیست، 3-4 تا سورس داره که اخبار خیلی مهم اقتصادی و جهانی و سیاسی، اخبار مختص ارزهای دیجیتال. حالا ممکنه مؤسسه ارزی یه چیزی گفته باشه، خود ایلان ماسک که یه چیزی گفته باشه، یه کشوری راجع به یه ارزی صحبتی کرده، یه گفته بالاخره اتفاقی شد، خبرش که بیاد بیرون به این خبر میگن فاندمنتالی، فاندای مثبت یا یه فاندای منفی واسه یه ارزی اومد. اینم بگم که بدونید که تحلیل فاندمنتال فقط فاندمنتالش نیست، یه سری فاندای منفی هستن که حالا تشخیص دادنشون هم پروسه خاص خودشو داره، فاندای مثبت، فاندای منفی. و اما باید یه جوری ازش استفاده کرد که به دردمون بخوره. چرا؟ حالا چراش هم میگم. به خاطر اینکه تحلیل فاندمنتال یکی از تحلیلاییه که تأثیر بسزایی در کلمه سنگینیه، بسزایی در نمودار داره. یعنی اگه بقیه تحلیل ها 2-3% داخل یه ارز تأثیر بذارن، تحلیل فاندمنتال قشنگ 10%، 20% رو پر میکنه. به خاطر همین ما باید حواسمون به جلساتی که میذارن باشه، حواسمون به توییتر باشه که یه سری افراد مهم اونجا اگه یه چیزی گفتن بدونیم که چی به چیه قضیه. تحلیل تکنیکاله و البته اینا رو وایسا بعداً میگم. خلاص حواسمون باید به اینا باشه که اگه تأثیر رو بازار قرار گرفت ما بدونیم چی به چیه و ازش استفاده بکنیم. مخصوصا نرخ‌های فدرال رزرو یه داغون میکنه بازار، مراقبش باشین افتضاح. اما دومی چیه؟ تحلیل پرایس اکشن بچه‌ها. حالا این پرایس اکشن چیه؟ بذار یه آنالیز کلی براتون انجامش بدم. پرایس یعنی قیمت بچه‌ها داخل انگلیسی. پرایس یعنی قیمت و اکشن یعنی فعالیت، یعنی فعالیت قیمتی. ما داخل تحلیل پرایس اکشن میتونیم ببینیم کجاها اون چیزایی که بهتون گفتم کجا محدوده‌ایه که خیلی مجموعه زیادی از خریداران یا فروشندگان وجود دارن و اونجا تشکیل حمایت یا مقاومت انجام میشه. همه این چیزایی که انجام میدیم برای پیدا کردن مقاومت و پیدا کردن حمایت همش داخل پرایس اکشنه. اما داخل پرایس اکشن فقط حمایت و مقاومت ها رو مشخص نمی کنیم. ما میتونیم حد ضرر پیدا کنیم، تارگت ها رو مشخص بکنیم، ببینیم چند تا تارگت میتونیم بزنیم و از همه مهمتر نقطه ورود رو پیدا بکنیم و همه اینا. هر چیزی که تو فکرتون از داخل معامله گری پیدا میکنن داخل تحلیل پرایس اکشن میتونن پیداش بکنن، تحلیل بکنن و اون نقاط مورد نیازشون رو پیدا میکنن. اما تحلیل مورد علاقه من که یه سری سالها فقط ازش استفاده میکردم، تحلیل تکنیکال. هم مورد علاقمه، قبلا خیلی ازش استفاده میکردم و هم بعدم فهمیدم اشتباهه. حالا بعدم بهتون میگم داخل کلیپ که چرا اشتباهه. اینم یه ذره به هم ریخت دیگه، فدا سرتون ببخشید. تحلیل تکنیکال بچه‌ها ما جذابیتش به اینه که ما فقط یه نگاه به چارت بندازیم قشنگ میتونیم مسیر و روند بازار رو مشخص بکنیم. چطوری؟ باید شما یه سری کندل رو بشناسین، یه سری الگوها رو بشناسین از قبل که بفهمید مثلا این الگوی دوجیه یا مثلا این الگوی چکش، الگوی کندل چکشی هست، یه سری الگوهای دیگه. اینجوری میتونید مشخص بکنید که چه اتفاقی در بازار میفته. اما چرا اشتباه میکردم اون زمان؟ چون هر کدوم از این تحلیل بچه‌ها نقاط ضعف و نقاط قوت خودشو داره، هر کدوم از اینا. خب ما باید چیکار بکنیم؟ ما باید اینا رو با هم ادغام بکنیم و با هم ازشون استفاده بکنیم. چیزی که خیلی از معامله‌گرا استفاده نمی‌کردن، از جمله خودم در گذشته. و چیزی که من بهش الان ایمان دارم اینه که باید از همشون استفاده کرد که نقاط قوتشون رو چند برابر کنیم و نقاط ضعفشون رو، اون خلأ نقاط ضعفشون رو کلاً برطرف بکنیم. البته اینم بگم که من همه اینا رو داخل سوپر ثروت بچه‌ها آموزشش دادم، همه اینا کامل شد، فقط تحلیل تکنیکال 2-3 جلسه دیگه مونده یه تکمیلش کنیم، بچه‌ها برن فول وارد بازار بشن و سود قشنگشون رو از بازار بگیرن.
اما فردا یه سورپرایز فوق‌العاده براتون دارم، یه سورپرایزی که اصلا باورش نمی‌کنید. اینو داشته باشید. فردا ساعت 9 حوالی اینجا رو داخل کانال میگم. عدد 7 رو دوباره داخل همین پیوی بفرستین برام که براتون کلیپ جذاب رو بفرستم، سورپرایز رو بدونید چی به چیه. خیلی دوستتون دارم. ارادت.